شب و روزتون بخیر. میدونم که منتظر یه قصه قشنگ هستیم، پس با من آماده شو تا با هم بریم به شهر قصه ها. یکی بود یکی نبود. توی یه جنگل آروم و سبز یه جوجه تیغی کوچولو زندگی میکرد که اسمش ایگی بود. ایگی خیلی باهوش و مهربون بود، اما همیشه دوست داشت یه ماجراجویی بزرگ داشته باشه. اون یه کلبه کوچیک زیر بوته‌های تمشک داشت با یه تخت خیلی نرم از برگ‌های درخت و یه چراغ کوچیک که از کرم شبتاب ساخته شده بود. یه شب که ایگی داشت توی تختش لم میداد و به آسمون پر از ستاره نگاه میکرد، چشمش افتاد به یه چیز خیلی عجیب. یکی از ستاره ها از آسمون جدا شد و با سرعت خیلی زیاد افتاد توی جنگل. مثل یه نور آبی درخشان که پشت درختای خیلی بلند جنگل ناپدید شد. ایگی با خودش گفت وای، یعنی اون یه ستاره واقعی بود؟ نکنه گم شده باشه؟ اگه تنها باشه چی؟ باید پیداش کنم. صبح زود ایگی کوله پشتی کوچیکش رو بست، کمی توت و گردو برای راهش برداشت و رفت. اول از همه رفت سراغ دوستش بل، خرگوش سفید. ایگی گفت بل، دیشب یه ستاره افتاد توی جنگل، میخوام پیداش کنم، میای کمکم؟ بل گوشهاشو تکون داد و گفت من همیشه آماده‌ام برای ماجراجویی، و دوتایی راه افتادن. اونا از کنار دریاچه زلال گذشتن، از روی پل چوبی رد شدن و از تپه‌های سنگی بالا رفتن. وسط راه با پاپی سنجاب بازیگوش برخورد کردن که گفت من از دور یه نور آبی دیدم که توی درخت‌های کهنسال ناپدید شد. پس ستایی به سمت درخت‌های کهنسال رفتن. اونجا یه نور کمرنگ آبی از پشت یه درخت تنومند میتابید. وقتی نزدیکتر شدن با یه چیز فوق‌العاده روبرو شدن. یه ستاره کوچولوی درخشان که توی شاخه ها گیر کرده بود و گریه می کرد. ستاره گفت من توی آسمون داشتم می درخشیدم که یه باد قوی منو پایین آورد. حالا نمیتونم برگردم و خیلی ناراحتم. ایگی دلش سوخت و گفت نگران نباش، ما کمکت میکنیم. بل گفت ولی چطور؟ ما که پرواز بلد نیستیم. اونجا بود که پاپی سنجاب زرنگ یه ایده داشت. گفت بیایید بریم سراغ جغد پیر. اون بالاترین درخت جنگل رو میشناسه و میتونه به آسمون نزدیک بشه. همه با هم ستاره کوچولو رو داخل برگ ها پیچیدن و با احتیاط تا درخت بلند جغد پیر رفتن. جغد مهربون که چشمهای بزرگی داشت وقتی ماجرا رو شنید گفت حتما کمک میکنم، فقط باید صبر کنیم شب بشه، چون فقط شبها راه آسمون بازه. شب که شد جغد ستاره کوچولو رو روی پشتش نشوند، بالهای بزرگش رو باز کرد و شروع کرد به پرواز. همه حیوانات جنگل ایستادن و بالا رو نگاه کردن.
ایگی، بل و پاپی با هیجان و دلهره به آسمون چشم دوختن. ناگهان صدای کوچکی از آسمون اومد. آهای دوستای خوبم، من رسیدم، خیلی ازتون ممنونم. همه دست زدن، خندیدن و ایگی حس کرد دلش گرم و پر از شادیه. شاید خودش نمیتونست پرواز کنه، اما با کمک دوستاش یه ستاره رو به خونه‌اش برگردونده بود. اون شب ایگی توی تخت نرمش دراز کشید، به آسمون نگاه کرد و دید همون ستاره کوچولو چشمک زن و خوشحال درست بالای کلبه‌اش می‌درخشه. و از اون شب به بعد هر وقت ایگی به آسمون نگاه می‌کرد یه چشمک آبی از اون بالا می‌دید. کوچولوی نازنینم، امیدوارم قصه امشب ما رو دوست داشته باشی.